هممون میدونیم وقتی از 24 بلاک بپریم پایین میمیریم، ولی اگر بیایم اندازه بلاک ها رو کم کنیم، یعنی هر سری یه فریم کوچیک‌تر بشه، اون موقع چی؟ بریم با هم تستش کنیم. اولی دیرت پده که خب میمیریم و زنده نمیمونیم. دومی امپورتار فریمه که بازم میمیریم. سومی دیلپستونه، بازم مردیم. چهارمی کیک مایکرافته، ولی قبلش که برم حتما داخل کامنت ها بگو که سر کدوم نمیمیرم. و بازم مردم. پنجمی کمپ فایره، بازم مردم. ششمی از این بلاکایی که نمیدونم اسمش چیه، فقط به درد کار شب تو روز میخوره. بزن بریم تستش کنیم. و زنده موندم، باورم نمیشه. سر اون بلاک زنده موندم و خب این نامرد کشت منو.